بررسی وضع مهاجران کره تاجیک در بازداشتگاه موقتی شهر اکاترینبورگ. در سوخت قیمت بنزین و سوزشواری دیزل دوباره افزایش یافت. عمر کرمل پرزیدنت آلبا به تاجیکستان اومد. واکنش کرزی به انفجار مسجد شیعه ها. جایزه صلح نوبل نصیب روزنامه‌نگاران روس و آمریکایی شد. با شرح بیشتر این خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. بنابر اطلاع نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً ظفر سعیدزاده کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ، بهروز خالقوف مسئول امور مهاجرت، فعالان دیاسپوری تاجیکان نمایندگی وزارت مهنت در روسیه در منطقه اورال و یعقوب عمروف معاون اول رئیس شورای جمعیت کنسولگری گنرالی تاجیکستان از مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی در شهر اکاترینبورگ دیدن نمودند. در ضمن دیداری آنها با میخائیل پیلایو معاون راهبری مرکز صحبتی سودمند صورت گرفت. قید کرده شده است که ضمن ملاقات نتیجه و نقشه همکاری موردی بررسی قرار داده شد. ضمن صحبت در مورد راه و اصولهای حل بعضی مسائل حقوقی شهروندان تاجیکستان که با بود و باش موقتی آنها پیش از اخراج ماموری مربوطند توافق کامل حاصل شد. علاوه کرده است نمایندگی وزارت مهنت. همزمان مسئولین کنسولگری با میخائیل پیلایو سردار تسویگس، الکساندر فیلیپوف و اولگا بیسکورنای افسری موقتی خدمات اجراچی سود برای همکاری‌های دائمی افتخارنامه فخری دادند. اینچنین پس از ملاقات با مسئولین دیداری با هموطنانی نیز که در مرکز موقتی شهروندان خارجی قرار دارند صورت گرفت. تاکید شده است که کنسولگری برای آن شهروندان تاجیکستان که در آنجا نگهداری میشوند کمک مادی کرد. بنا نرخنامه نو که شرکت‌های فروش مواد سوخت در شهرنوایی سوخت ترتیب نمودند، قیمت بنزین نوعی آی 92 10 سومانی و 40 درم و آی 95 به 11 سومانی دکه خورده است. نرخ سوزشواری دیزلی هم تا به 9 سومانی و 50 درم بالا رفته است. در این میان ارزش گاز مایع 7 سومانی و 50 درم به تأخیر میماند. بنا به تحلیل سپوتنیک تاجیکستان 2 هفته قبل نرخ سوزشواری دیزلی 9 سومانی و 3 درم و بنزین آی 92 10 سومانی و آی 95 10 سومانی و 80 درم رقم زده میشد. مسئولین شرکت تامینات سوزشواری نقلیات سبب تغییر نرخ را به واردات آن نسبت داده میگویند که دفعه‌های اخیر ارزش حجم یک لخت بنزین و سوزشواری دیزلی بیشتر شده است. در همین حال اکثر راننده‌های مسافربر میگویند بالاروی نرخ مواد سوخت به جیب آنها ضربه جدی اقتصادی میزند. بالاروی نرخ مواد سوخت در تاجیکستان در مقایسه با اول سال جاری 3 تا 4 سومانی یا 50-55% است. در ماه ینور و فوریه سال جاری قیمت 1 لیتر گاز مایع 4 سومانی و 50 درم و بنزین و سوزشواری دیزل 7 سومانی بود. در تاجیکستان مواد سوخت از خارج اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می شود. بنا به اطلاع اداره گمرک سال گذشته بیش از 430,000 تن گاز مایع، 180,000 تن بنزین و بیشتر از 250,000 تن سوزشواری دیزل به تاجیکستان وارد شده است. تحلیلگران میگویند بالاروی قیمت سوزشواری با افزایش ارزش تمام خدمات رسانی‌ها و مواد غذایی در بازار باعث خواهد شد. پرزیدنت اسوسیاسیون جهانی بوکس آلبا عمر کرمل برای بازدید به پایتخت تاجیکستان آمد. در این باره محمد رزق نعمتوف در صفحه فیسبوکیش خبر داد مهمان را در فرودگاه با گل، رقص و موسیقی پیشواز گرفتند. در فرودگاه کرمل را معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش دلشاد نظروف، رئیس فدراسیون بوکس بیگ صبوروف، مشزدن شناخته تاجیک رحیم ملخبکوف و موضوع چوریو پیشواز گرفتند. خبر داده می شود که عمر در دوشنبه با رهبران مؤسسه‌های ورزشی تاجیکستان ملاقات کرده است. مقصد اساسی به دوشنبه آمدن او همکاری و رشد بوکس در تاجیکستان گفته می شود. عمر کرمل در روسیه تولد و بزرگ شده است، اما گفته می شود که گذشتگانش از ناحیه شهر نو تاجیکستانند. یادآور می شویم که عمر کرمل به رهبری انجمن بین المللی بوکس هوسکاری در اجلاسی غیر نوبتی این تشکیلات که 12 دکبر به طور آنلاین صورت گرفت برگزیده شد.
او در این مقام تاجر و مشتری سابق ازبکستان غفور رحیموف معروف به غفور بایبچه رو عوض کرد. حامید کرزئی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در صحیفه توییترش انفجار اخیر بر نمازگزاران حین ادای نماز جمعه در یکی از مسجدهای جامع قندوز را که باعث شهادت و زخمی شدن بسیاری از مردم افغانستان شد به شدت محکوم کرد. رئیس جمهوری سابق این حادثه فاجعه باران مخالف تمام پرینسیپ اسلامی نامید. تفصیلات ترکش مسجد شیعه مذهبان در قندوز تصویرهایی که به امجنیوس پیشنهاد شدند نشان می‌دهد که در نتیجه این ترکش تلفات زیاد دیده شده است. شاهدان میگویند که در نتیجه ترکش تقریباً 100 نفر کشته شد. این باری اول است که پس از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان این برای نخستین بار انفجار در ولایت قندوز رخ داد. یادرس می‌شویم که اخیراً گروه داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعه را بر دوش گرفتند. کمیته نوبل اخیراً اعلام کرد که ماریا ریسا و دیمیتری موراتوف برای جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان در فیلیپین و روسیه سزاوار جایزه صلح نوبل میشوند. این زمان آنها از همه آن روزنامه‌نگاران نمایندگی میکنند که در شرایط پیچیده برای آرمان‌های خود یعنی دموکراسی و آزادی مطبوعات ایستادگیری میکنند. قید کرده است کمیته نوبل. جایزه برای دستاوردها در عملیات پایدار و مستحکم نمودن صلح هر سال از جانب کمیته جایزه‌های نوبل در شهر استکهلم سپرده می شود. گفته می شود که ماریا ریسا در دوام فعالیت روزنامه‌نگاریش با شبکه‌های تلویزیونی IBC، CBN، CNN کار کرده است. باید قید کرد که امسال 95 سازمان و 234 شخصیت داوطلب جایزه صلح نوبل بودند. یادرس می‌شویم که جایزه را صاحبکار و صنعتچی سوئد آلفرد نوبل در سال 1895 تأسیس داده بود. جایزه نوبل یکی از مکافات‌های بااعتمادترین بین‌المللی به شمار رفته همه ساله برای تحقیقات‌های علمی بزرگترین اختراعات انقلابی یا گذاشتن سهم بزرگ در رشد و کمال فرهنگ یا جامعه داده می‌شود. همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبری روز یکشنبه. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.